من یک چیز دیگر رو اعتبار کردم. من یک کتابی آماده کرده بودم و بین مردمان پنجشیر برده بودم که جواناشان بخوانند، درباره خودشان زیادتر خبردار شوند. برای همونا بود همش. یعنی من خودم خوانده جالب چیزا بود یاد گرفتم، اما یگان جوانی نزدیکش نآمد. من با مجبوری بردم و نشان دادم، به خاطر میگم چیز یاد بگیرد، چون که خوب درک میکنم وقتی در اروپا کس بزرگ میشود دمو شاید جالب نمیشود، درست است، میفهمید؟ اما امکان دارد که جالب شود اگر که مادر پدرش از دستش بگیرد، بگوید بیا با هم میبینیم، بیا این تاریخ ماست. و دیدم که پدر مادرها همین کار رو نکردن. جوانان دیگر هم که نو از کشورشون دور شده اون طرف آمده بودند، اونو هم کدوم ریاگیره نکردن. من گفتم شاید دلشون از جنگ سیاه شدگی است، شاید جالب نباشد. یعنی من در این سوالام یا که فکرام جواب هیچ پیدا نکردم و فقط یک تا چیز فهمیدم که تا که جوانان پنجشیر به علم و دانش نزدیک نشوند پیشرفت نمیکنن. چون که دیدم که خط نوشته کردن چیزا، تاریخ، چیزایی که جالب بود جالب نبود به مردم. یعنی من اون جشن میگم که من در فرانکفورت بودم، بین مردمان پنجشیر همش خوب بود. مردم خوب هستن، مهربانند، اما در نزد این مهربانی یکم یک علم و دانش در کار است. اگر که همین را ما شروع نکنیم به این جوانا، اگر ما کمک نکنیم یا که دیگران به یکی دیگر کمک نکنن، همین روز همینطور که تا امروز هستید می باشید. پول یافتن در اروپا آسان است. خب دارا بودنم آسان است، اما وقتی اینجا خالی باشد چی؟ مثال خیلی چیزا من مینوس پیدا کردم، یعنی خیلی چیزا به کار کردن در کار بود. خب یک جا جور کردم که برای که عکس بگیرم بچه‌شون یادگاری ماند، نوشته کردیم پنجشیر. کس نزدیک نآمد، عکسم نگرفت. مگم جالب نیست که یادگاری با تو میماند؟ من فکر کردم، گفتم جالب است این مادرها چرا که بچه‌شون نمیبرد. وقتی من سوال کردم میگن خواهر جان شما از اینا کار نشوید، مکتب نخوندین، خدا اونجا نخوندین. اما در اروپا امکان هست. من حتی زنی باردار توانستم رفتم آکادمی خانم ها رو خوندم، سخت نبود، کوشش کردن در کار. اینجا کس اولش خنده نمیکند، منم خنده نمیکنم، اما فکر میکنم وقتش به که ما در تاریخ پرچه کردن، همه را از یکی دیگر دور کردن. به خاطر چی کردن؟ برای که انامته با یکی دیگر کمک کردن نتواند گفته کردن. انا که امروز در اون تاریخ بود گذشت، امروز با ما اینترنت است، با یکی دیگر ما کمک کرده میتوانیم از طریقی. یعنی همین نوارها گفتنی هستم که لطفاً به خانم هایتان بگویید، اگر که نکند ببرید خودتان یکم کورس درس پیدا کنید، یکم اطلاعات داشته باشن، از دنیا اطلاعات داشته باشن، از شش تو خیز اطلاعات داشته باشن. شاید هم طوری که شما زندگی میکنید، هم طوری که شما بزرگ شدید، شاید در این اروپا به استاندارد اروپا هیچ برابر نمیشود. شاید با همین خاطر مشکل زیاد دارید. مثال چون که البته ما در دیگه طور کشور بزرگ شدیم. من همین فکر رو در یادم اومد. اینم بسیار کمک است. هر کسی نامده در نزدی کامera نمیگوید، همه میخندد از دور نشسته. من نمیخواستم بخندم. کشورهای ما همین طوری که در اروپا شما میبینید بود. و همین خاطر با ما اینقدر سخت نیست اینجا زندگانی کردن. با زبان یافتن با دیگر مردم مشکل نداریم. مثال با ازدواج کردن مشکلی نداریم زیاد. با اینجا زیاد مشکل پیدا میکنن، میگن نمیشود ازدواج کردن، نمیشود این تو نمیشود. برای چی نمیشود؟ بعد مجبور میشون میرون از خویشاوند خودشان ازدواج میکنن. مجبوریت نیست، خدا نکند اون زمانوی چند صد هزار سال پیش نیست.
замон пешрафт кардааст, мусалмон зиёд аст, тоҷик зиёд аст. хуб мо зиёд ҳастем дар Аврупо. яъне якам ба ҳамин хотир дониш дар кор аст. бовар кунед дар кор аст. бо ин ман ҳеҷ каса ҳақорат намекунам, худо накарда. ман фақат тарафдори пешрафт кардани миллат ҳастам ва ба хотири ҳамин аз соли 2018 хеле корҳо анҷом додем ва фоидаашам шудааст. таҳлилҳое ки ман карда омадам пеш аз дигар наворҳом, пеш аз дигар саҳифаҳом бисёре кас дида буд ва хеле кас ба таъсир гузошта буд ва хеле кас шурӯъ кард ба забони модараш сухан кунад, барои забони модараш хеле корҳо анҷом диҳад, барои фарҳангаш хеле корҳо анҷом диҳад. ва хотирам ҳамчунон касе ки агар имрӯз маро мебинад, мешнавад, ҳатман чизеро тағйир мекунад дар зиндагиш, бовар кунед.